معماری در گذر زمان. بیشاپور بقایای شهری شکوهمند با معماری درخشان، یادگاری از فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین است. بیشاپور اکنون در 25 کیلومتری غرب کازرون در حاشیه رودخانه شاپور و در کنار جاده شاهی که در دوران هخامنشیان تخت جمشید را به شوش و در روزگار ساسانیان به تیسفون متصل می کرد، در میان حلقه‌ای از درختان لیمو، پرتقال و خرما حکایتگر بخشی از عظمت و آبادی و شکوه گذشته ایران است. این شهر حاصل خلاقیت، دانش معماری و هنرمندی معماران عصر شاپور اول ساسانی است. امیرزاده‌ای متحور و دلیر با اندیشه‌هایی وسیع و روحی بزرگوار که در سال 260 میلادی در جنگ با والریانوس امپراتور روم پیروزی بزرگ و پرآوازه‌ای نصیب او شد و والریان را با چندین هزار نفر از سپاهیان او به اسارت به ایران آورد. شاپور این شهر را پس از پیروزی بر والریان در ایالتی که در آن زاده شده بود به عظمت رساند. شهری که میتوان آن را در ردیف بزرگترین شهرهای دوره ساسانی دانست که با زیباترین و ثروتمندترین شهرهای متمدن آن روزگار چون انطاکیه و بیزانس و سایر شهرهای زیبای روم شرقی رقابت داشته است. مجموعه‌ای تاریخی که در حقیقت تخت جمشیدی در دوره ساسانی است. برای شهر برج و باروهای بلند و استوار به صورت قلعه‌ای مستحکم ساخته شده و 4 دروازه به نام‌های هرمز، بهرام، مهر و شهر داشته است. حصار شهر در این بخش به موازات رودخانه کشیده شده و با قطر 9 متر با لاشه سنگ، ملات گچ و با برج‌های پشت بند و توپر به صورت تزئینی ساخته شده است. در کنار رودخانه شاپور بر فراز تپه نیز دژی برپا بود با طاق‌ها و راهروهای متعدد که آن را برای حفاظت از راه و شهر ساخته بودند. در پای دژ
بین این قلعه و بنای بزرگ کاخ چشمه هایی جاری بوده که معماران شاپور آب این چشمه ها را درون استخر بزرگی جمع کرده و اطراف این استخر را با قطع سنگ هایی به صورت هلال چیده بودند که متاسفانه این بخش هنگام احداث راه جدید کازرون تخریب شده است. از مهمترین و زیباترین بخش های شهر بیشاپور معبد آب آناهیتا است که به نشانه تقدس عنصر آب یکی از عناصر چهارگانه اهورایی ساخته و پرداخته شده است. آناهیتا یا ناهید ایزد نگهبان آب و از الهه های بسیار قدیم هند و ایرانی است که در اوستا نیز به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است. معبد نقطه اتصال آسمان و زمین است، محل نیایش انسان خاکی در برابر خداوند آسمان ها. از این رو طرح معبد نیز میباید همواره مؤید تقدس این مکان اهورایی باشد. معبد محل اتصال عالم کبیر و عالم صغیر و کوه یا نردبانی است که از طریق آن انسان خود را به معراج میرساند. از این رو طراحی معبد آناهیتا به سبک پرستشگاه‌های ایرانی به صورت مکعبی است که هر یک از اضلاع آن قریب 14 متر است و سنگ‌های حجاری شده به ابعاد مختلف بدون ملات و به صورت دو جداره با بست‌های آهنی به یکدیگر قفل و بند شده و به صورت یک پارچه دیوارها را شکل دادند. طراحی جزء این معبد اعم از صحن، دالانها، سنگ آب پخش کن، جویها و مجراهای آب بر اساس پیچیده ترین و دقیق ترین اصول مهندسی صورت گرفته و دانش سرشار و آگاهی سازندگان آن را از فنون معماری و نیروی هیدرولیکی آب آشکار می کند. صحن بنا به صورت مربعی است که فاقد گنبد و بدون طاق است و بر گرد خود 4 دالان مسقف سنگی را جای داده. بر بالای هر بدنه معبد 4 مجسمه گاو به صورت 2 پشته قرار داشته که سمبل و نشانه معبد بوده است. این معبد اکنون بی آب، خاموش و بیروح است. زمانی یکی از زیباترین آبنماهای جهان بوده است. در این معبد شگفت هنوز روح زیبا پرستی، نیایشگری و خردورزی نیاکان ما احساس می شود. گویی از زوایای سنگ این بنا این نیایش ها از یسنا به گوش می رسد که اردویسور آناهیتا را می ستاییم که به همه جا کشیده شده. او که درمانگر درد هاست، بخشاینده جنبش و حرکت و برکت دهنده است. گله ها را می افزاید و کشور را رونق می بخشد. پس شایسته است تا وی ستوده شود، زیرا آناهیتاست که توجهی بسیار بلیغ نسبت به نسل پاکیزه بشری معطوف می دارد. معبد بیشاپور
نماد پرستشگاه ایزد آب است. از این رو می توان آن را جایگاه نوازش و بازی با آب دانست. به همین دلیل این بنا نه تنها از نظر معماری فوق العاده مهم و با ارزش است، بلکه برای تقسیم و جریان آب نیز در این پرستشگاه شیوه هایی به کار گرفته شده تا چشم نوازی و شکوه این عنصر مقدس را به زیباترین شکل ممکن به نمایش بگذارند. تالار تشریفات، تالار با شکوه پذیرایی شاپور، از بزرگترین آثار معماری زمان ساسانی و عظیم‌ترین بناهای موجود در بیشاپور است. این تالار در محوطه‌ای به مساحت 781 متر مربع به صورت چلیپا و برای نخستین بار در تاریخ معماری ساسانی تجلی کرده است. طرح و نقشه این بنای بی‌نظیر که تصویر خیالی آن در زمان آبادانی ترسیم شده، چنان سرمشق معماری قرار گرفت که بعدها همه آتشکده ها را طبق نقشه آن می ساختند. این سنت معماری تا زمان اسلام ادامه یافت، به گونه‌ای که بسیاری از اماکن متبرکه را با الهام از نقشه این کاخ ساختند، مکانهایی که به نام بنای 4 صفه معروفند. یک محیط مربع شکل مرکزی به ابعاد 22 متر، پایه گنبدی عظیم و شلجمی شکل است که ارتفاع آن به بیش از 25 متر میرسد. این تالار دارای 4 ایوان متقابل و متقارن است که آن را از سنگ و آجر با ملات ساختند. هر ایوان با درگاهی به پهنای 180 سانتی متر به دالان مجاور راه می‌یافته است. ایوان‌ها هر یک دارای 10 تاقچه با گچبری و رنگ آمیزی بوده که جمعاً 64 تاقچه با بهترین نمونه تزئینات داخلی زینت بخش این قصر میباشد. گچبری های این قصر بهترین نمونه موجود از تزئینات داخلی یک قصر ساسانی را نشان می‌دهد. نقش های کلید مانند یونانی، برگ های در هم فرو رفته، دندانه ها و همچنین نقوش برگ کنگری که تاق را میپوشاند و با رنگ های تند سرخ، زرد و سیاه نقاشی شده اند، تأثیری از غرب را به خاطر می آورند، اما در اینجا با ذوق و سنت ایرانی تلفیق شده و دارای شادی و طراوت بیشتری است.
ساختن ایوان‌های رفیع با طاق‌های بلند هلالی از ویژگی‌های عمده معماری ساسانی است. در انتهای دالان‌های شرقی و غربی 2 ایوان با طاق‌های هلالی مفروش به موزاییک با تزئین بسیار وجود دارد که در آن سنگ‌های بسیار ریز در رنگ‌های قهوه‌ای، سیاه، سفید، آبی، زرد، استخوانی و بنفش به کار گرفته شده و از ترکیب آنها نقش‌های بسیار زیبا و ارزنده با تصاویری از گیاهان، چهره و اندام انسان آفریده شده است. موزاییک‌هایی که در نوع خود منحصر به فرد و بی‌نظیرند. سطوح جانبی ایوانها با گچبری‌های ستون نما که روی آنها با رنگ‌های قرمز و حاشیه سیاه و نوارهای آبی نقاشی شده پوشانده شده است. کف ایوان اصلی را با استفاده از لاشه سنگ فرش کرده و دیوارهای آن را با حاشیه‌ای از صفحات موزاییک نفیس تزئین کرده بودند. در تجسم طرح این صفحات اگرچه از طرح‌های رومی متداول اخذ شده، اما در اینجا نیز خلاقیت و هنرمندی معماران ایرانی آن را حال هوا و ویژگی‌های ملی بخشیده است. ایوان موزاییک غربی نمونه از شاهکارهای هنر معماری و طرح‌های تزئینی عصر ساسانی است. از مجموعه معماری‌های بیشاپور و دیگر بناهای ساسانی اوج خلاقیت و آفرینشگری معماران ایرانی در این دوران آشکار می شود که چگونه با الهام از معماری هخامنشی از یک سو و معماری رومی از سوی دیگر در پی افکندن طرحی نو بودند و در این راه به موفقیت‌های درخشانی نیز دست یافتند.